بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی خاتم النبیین. هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالم که 3 هفته قبل مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری برای انتخابات 16 حمل 1393 آغاز کردید و از این طریق اعتماد مردم ما به مردم سالاری و اینکه اراده خودشان تعیین سرنوشت کشور را میکند نیرومندتر شد. هموطنان عزیز، طی 12 سال گذشته افغانستان در حیات سیاسی خود 2 بار انتخابات ریاست جمهوری را تجربه کرد و انشاءالله با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بار سوم که 1 ماه بعد صورت میگیرد، گام دیگری را در راه نهادینه کردن دموکراسی به جلو خواهد برداشت و هموطنان عزیز ما مطابق به میل و رغبت هر یک ما به کاندید دلخواهشان رای خواهند داد. اشتراک هموطنان واجد شرایط رایدهی در انتخابات ضامن پیروزی انتخابات ما می باشد. خواهران برادران گرامی، در تمام نظام‌های مردم سالار اختلاف رای و گوناگونی نظریات موجود بوده و طبیعی است و اصل مهم دموکراسی نیز شمرده می شود. اختلاف آرا و اندیشه ها هیچگاه هم اختلاف شخصی نبوده و پنداشته نمی شود. اکنون که در کشور ما 11 کاندید برای احراز مقام ریاست جمهوری وارد کارزار انتخاباتی شده‌اند، خود نشانه از پیشرفت مردم سالاری در کشور عزیز می باشد و به این ترتیب هر یک ما می توانیم با آزادی کامل به کاندید مورد نظر خود رای دهیم و از طریق سهمگیری خود در انتخابات کشور عزیز خود را قوت بیشتر ببخشیم. من امیدوارم که کارزار انتخاباتی کاندیدان محترم باعث همبستگی، همدلی و تحکیم بیشتر وحدت ملی کشور ما شود. هموطنان گرامی، برگزاری انتخابات پرامن و پیروزمند بستگی به همکاری مستقیم مردم دارد. نیروهای امنیتی کشور به همکاری همه ما خواهند توانست امنیت مطمئن انتخابات را تأمین نمایند تا ما با فراغ خاطر با مراکز رایدهی برویم و به کاندید مورد نظر خود رای بدهیم. در اینجا من بار دیگر اعلام می‌دارم که هیچ شکی از اعضای دولت و حکومت نمی‌توانند که از امکانات دولتی به سود و یا ضرر کاندیدان استفاده کنند. آرزومندم که انتخابات آینده کشور ما در فضای امن و آرامش موفقانه برگزار گردد و باعث تقویت هرچی بیشتر کشور، تحکیم ثبات، مردم سالاری و وحدت ملی ما شود و مردم ما بیشتر از امروز امن و خوشبخت گردند. تا صحبت آینده، خدا نگهدارتان، شاد و آباد باشید.